سلام، امیدوارم هر جا هستین خوب و خوش باشید. با یک ویدیوی دیگه امروز خدمت شما عزیزان هستیم تا درباره یکی از محبوب ترین پلتفرم های تریدینگ با شما عزیزان گفتگو داشته باشیم. این نکته خدمتتون عرض بکنم، این ویدیو در باب تریدینگ هستش. یعنی چی؟ توضیح مختصری در ابتدا بدم که بعد وارد پلتفرم مورد نظرمون بشیم. تاجرهای عزیز، معامله‌گرها، شمایی که تخصص دارید و سال‌هاست حالا به این تخصصتون پرداختید، میتونید به این فکر کنید که به صورت آنلاین هم در این پلتفرم فعالیت داشته باشید. در پلتفرم‌های بین‌المللی، سایت‌های بین‌المللی وجود داره که بستری هست برای شما عزیزان که بتونید به این نحوه هم به کسب و کار خودتون بپردازید. حالا امکان این وجود داره که شما شغل دومتون باشه، یا اینکه بعد از یه مدتی که توی این در حقیقت پلتفرم ها کار بکنید شاید دوست داشته باشید که دیگه شغل اصلیتون باشه، یعنی درآمد اصلیتون از همین مسیر باشه که امکان پذیر هست. مثل بسیاری از تریدرها که الان شغل اصلیشونه، یه تعدادی هم خب بالاخره جدایی از معاملاتی که دارن دوست دارن در پلتفرم های آنلاین درآمد جانبی داشته باشن. به هر صورت براتون مناسب هستش. یکی از این محبوب ترین پلتفرم هایی که امروز میخوام بهتون معرفی بکنم پلتفرم FTMO هستش. شما توی این پراپ تریدینگ میتونید فعالیتتون رو آغاز بکنید. یه توضیحی در همین ابتدا به شما عزیزان بدم. توضیحات این پراپ فرم یه مقداری زیاد هستش، یعنی تا جایی که بتونم خلاصه و مختصر بهتون میگم، اما گزینه هایی که از ما میخواد توی ثبت نام کردنش توی خود بستر و سایت پلتفرم FTMO باید به دونه دونش بپردازم و همشو به شما عزیزان بگم. به خاطر همین اگه یه وقت فضا عوض میشه، اگه لباس من عوض میشه و اینها، دیگه اینا رو به بزرگواری خودتون ببخشید و نادیده بگیرید و مطالب رو با هم دیگه جلو بریم. در ابتدا با همدیگه وارد سایت FTMO میشیم، یعنی این کلمه رو میایم توی گوگل سرچ میکنیم. با وجود اینکه میدونیم IP غیر از ایران، IP یک کشوری که تحریم نیست رو باید انتخاب بکنیم. اینو که غیر از یک کشور غیر تحریم انتخاب کردید، الان توی گوگل که بزنید FTMO براتون این بستر باز میشه. این سایت برای شما بالا میاد. حالا این سایت که برای شما بیاد در ابتدا مثل بقیه پلتفرم های بین المللی از شما یک سری توضیحات تکمیلی میخواد. اسمت رو بگو، فامیلیت رو بگو، آدرس ایمیل تو بده، پسورد تو بده. این چیزهایی که ازتون میخواد رو تکمیل بکنید. بعدش به همین آدرس ایمیلی که خودتون وارد کردید یه پیامی میاد. اون پیام رو میرید توی ایمیل خودتون وریفایش میکنید. به همین راحتی ثبت نام شما در این پلتفرم انجام شده. حالا باید وارد مبحثی بشیم که سازوکار در این پلتفرم رو در حقیقت بدونیم تا بتونیم به کسب درآمد برسیم. وقتی شما وارد صفحه FTMO میشید، یعنی حساب کاربریتون که دیگه ساخته شد، این صفحه‌ای که براتون باز میشه، شما عزیزان که دارید از رو به رو بهش نگاه میکنید، قسمت راست سایت یه بخش ستون مانندیه، یعنی چند تا گزینه رو به حالت ستونی برای شما عزیزان چیده که هر کدوم از این گزینه ها رو ما باید باز بکنیم. توضیحاتی که از ما میخواد، اطلاعاتی که از ما میخواد رو اینجا وارد بکنیم، تایید بکنیم و بریم گزینه بعدی. اینو تا انتها باید انجام بدیم تا بتونیم حقیقتاً کار خودمون رو اینجا آغاز بکنیم. حالا جدای از این نوار ستونی که در سمت راست برای ما قرار گرفته، توی صفحه روبروی ما دو تا گزینه برای ما گذاشته. میگه یکیش برای چالش های این پلتفرم هستش، یکی هم یک گزینه رایگان هستش. گزینه رایگان فری FTMO هستش. یکی از این دوتا رو هم ما باید انتخاب بکنیم که بستر حقیقتا کار ما باشه. خب ببینید، من شما عزیزان رو، شما تاجرای عزیز رو به دو بخش، به دو گروه تقسیم میکنم. یه گروه شما عزیزانی هستید که تخصص دارید، سالهاست دارید کار میکنید، حرفه‌ای هستید، میریم مستقیما وارد بخش
چالش های این پلتفرم میشیم. یه عده از عزیزان هم خب تاجر هستن، شاید توی این پلتفرم های این مدلی کار نکرده باشن یا تجارتشون رو تازه آغاز کرده باشن. به شما دوستان عزیز همین گزینه اول رو که میاد اینم بهتون توضیح میدم. حالا اول و دوم نداره، ببخشید، منظورم این که کنار هم دیگه است، یکیش این سمت یکیش هم این سمته. حالا توضیح بهتون میدم، اما اول بریم سراغ چالش هاش. وقتی وارد گزینه این چالش شدیم، حالا توی اون ستون خودمون که در سمت راست هستش، گزینه اولش که برای ما میاد کلاینت اریا هستش. این گزینه رو میزنیم، برای ما یه صفحه باز میکنه، صفحه جدیدی. میگه این اطلاعاتی که ازت میخوام رو تکمیل کن. این اطلاعات چیه؟ در ابتدا میگه تویی که تریدر هستی میخوای با چه ارزی اینجا معامله بکنی. ارز مورد نظر خودت رو وارد میکنی. ارز مورد نظر من میتونه یورو باشه، میتونه دلار باشه، میتونه فرانک باشه، حالا هرچی که مد نظرتون هست از بین اون گزینه‌ها انتخاب بکنید. بعد میاد در قدم دوم از شما عزیزان میپرسه، میگه که میزان سرمایه‌ای که قرار من، یعنی من پلتفرم FTMO در اختیار توی تریدر بذارم چقدر هستش، چقدر میخوای، تقاضا چقدره. ببینید باز خودش چند تا گزینه برای شما گذاشته، یکی از این گزینه ها رو شما انتخاب بکنید. من گزینه ها رو بهتون میگم، اگه وقت جا به جا و بالا پایین میگم دیگه شما فقط اون اصل مطلب رو بگیرید که بتونید برید انجام بدید. شاید یه وقت گام به گام نباشه توی این صفحه، چون میگم توضیحات زیاده، تا جایی که بتونم دارم خودم تو ذهنم میارم که همزمان به شما عزیزان اینا رو کامل بگم. حالا توی یه بخش دیگه تو همین صفحه، تو یه گزینه دیگه که داره درباره خودش FTMO یه سری مطلب مختصر که نه، یه سری مطلب زیادی در مورد خودش توضیح داده. یعنی میخواد کلا شما رو با قوانین خودش، با شرایط خودش، اصلا کلا اینکه توی این پلتفرم سازوکار چی هستش، کاملا خودش رو برای شما شرح میده که شما طبق این شرایط بتونید فعالیتتون رو توی این بستر انجام بدید. و در نهایت هم یه گزینه میاره که شما باید موافقت بکنید با تمام این گزینه ها. میخواد قشنگ کامل شما رو روشن بکنه، بگه ببین پلتفرم FTMO داره با این شکل، با این شیوه، با این شرایط کار میکنه، اگه میتونی و موافق هستی ادامه بده. که خیلی چیز سختی هم نیست، اما توضیحاتش زیاده. توصیه میکنم تمام توضیحاتش رو واو به واو بخونید و بدونید، چون امکان داره یه سری مطالب آکادمیک و در واقع آموزشی رو به شما عزیزان ارائه بده که خیلی بهتون کمک بکنه. بعد ما کلا سطح زبان انگلیسی رو میذاریم روی اینکه عزیزان تاجرها یه تعداد زیادشون قطعاً به زبان انگلیسی به حد متوسط تسلط نسبی دارن. اگه حتی در لول بیسیک هم هستید هیچ مشکلی نداره، اون مطالب رو شما کپی کنید تو گوگل ترنسلیت پیست بکنید و ترجمهش رو بخونید کامل که متوجه بشید چی میگه. اما کم کم دیگه حواسمون به این باشه که باید، یعنی منی که میخوام سازوکار خودم رو در بسترهای بین المللی راه اندازی بکنم باید زبان انگلیسی خوبی داشته باشم. نمیخوایم پروفشنال باشیم اما در حد اینترمدییت باشیم حتما. این رو هم حتما یادمون باشه که شروع کنیم یک کم هم هر شب وقت بذاریم هر روز، خیلی به دانشمون اضافه میکنه و کمکمون میکنه که بتونیم خوب و موفق کار بکنیم. خب حالا که توضیحات خودش رو داد، یعنی خودش رو برای شما پرزنت کرد، در یه بخش دیگه ای میاد به شما میگه تو چه بستری میخوای کار بکنی. ما پلتفرم و بستر FTMO رو انتخاب کردیم. حالا خود این FTMO در حال حاضر 4 تا بستر و پلتفرم رو برای شما مهیا کرده که تریدرها با توجه به شرایط خودشون، سلیقه خودشون بیان یکی از این 4 تا رو انتخاب بکنن و بخوان توی اون بستر فعالیت بکنن. ببینید تا به امروز دوستان عزیز من میگم 4 تا، به تعداد خیلی اعتنا نکنید، چون میگم نمیدونم شما عزیزانم قراره کی این ویدیو رو ببینید. امکان داره آپدیت بشه، امکان داره به روز رسانی بشه، باز خودتون با دقت جلو برید. من سعیم بر اینه که مسائل اساسی و محتوای درست و بیسیک رو به شما عزیزان ارائه بدم. در حال حاضر 4 تا بستر رو تو این پلتفرم برای شما طراحی کرده. میگه میخوای با کدوم از اینا کار بکنی؟ با متا تریدر 4 کار بکنی، متا تریدر 5 کار بکنی، یا و گزینه‌های دیگه.
شرایط خودتون رو بررسی کنید، ببینید کدومش براتون مناسب تر هستش، اون رو انتخاب بکنید. حالا در یه بخش دیگه از شما عزیزان میخواد که بیاید اطلاعات تکمیلیتون رو اینجا پر بکنید. اطلاعات تکمیلیتون رو در ابتدا ازتون میپرسه، میگه تو به صورت یک شخص، به صورت یک فرد میخوای تو این پلتفرم کار بکنی یا من با یک کمپانی در واقع طرف هستم. اگه میخوای با عنوان کمپانی بری، باید گزینه کمپانی رو بذاری. اگه قراره به عنوان یه فرد، به عنوان شخص تنها بیایم اینجا ترید بکنیم، خب اون گزینه رو انتخاب میکنیم. تو هر کدوم از اینا که بزنید اطلاعات خیلی فرقی نمیکنه. اسم کمپانی رو ازتون میخواد، اگه شخص رو انتخاب کردی نام و نام خانوادگی رو از شما میخواد، آدرستون رو میخواد، آدرس دقیق ازتون میگیره، یعنی کامل منطقه رو میخواد، شهر رو میخواد، خیابون رو ازتون میخواد، همه چی، شماره تماس ازتون میگیره و احتمالاً کد پستی هم از شما عزیزان دریافت خواهد کرد. اینها رو هم پر میکنید. در پایان گزینه پرداخت رو داره. مثلا میگه $N شما باید پرداخت بکنی که بتونی توی این پلتفرم شروع به کسب و کار بکنی. بازم میگم $N چون نمیدونم، یعنی الان قیمتش رو میدونم اما نمیدونم که در آینده قراره چه تغییری اتفاق بیفته تو این قیمت ها. فقط اینو بهتون بگم با توجه به سودی که شما قراره انشالله در این سایت داشته باشید، دستاوردی که برای شما داره، این عدد و رقمی که از شما عزیزان دریافت میکنه اونقدر قابل چشمگیر نیست که نخواهید این کار رو نکنید. مثلا شما که تاجر هستید و خیلی از تایمتون رو ریسک کردید تا اینجا اومدید، اینم هزینه ای نیست، میتونید پرداخت بکنید و شروع بکنید. اینجا رو نگه داریم، یعنی این صفحه‌ای که ما داشتیم صفحه اصلیه، صفحه چالش ها چالش رو با هم دیگه داشته باشیم. الان توی اون گزینه های سمت راستمون گزینه اول رو ما طی کردیم، سراغ گزینه دوم میریم. گزینه دوم درباره بیمه است، درباره حق بیمه است. یعنی چی؟ ببین توی تریدر که الان اومدی توی این پلتفرم داری کار میکنی، دنبال سودت هستی یا سود کردی، پولت بالاخره توی این پلتفرمه که وارد حساب بین المللیت بشه، یا ارزم به خدمتت که خب حالا شاید خودت یه سرمایه گذاشته باشی، وارد این پلتفرم کردی و داری از سرمایه خودت کار میکنی که بیشتر توی این FTMO این شکلیه که سرمایه خودش بهت میده و تو سودت رو دریافت میکنی، یه درصدی از سودت رو هم میدی به پلتفرم FTMO. بالاخره منظورم اینه که یه پولی داری اینجا. اگه یه وقت این پلتفرم، این سایت هک بشه، قراره چه بلایی سر اون پول شما بیاد، سر اون دارایی شما بیاد؟ به خاطر همین شما رو بیمه کرده. میگه اینم به خاطر اطمینان خاطر توی تریدر من شما رو بیمه کردم که اگه یه وقت این سایت هک شد، که تا به امروز این اتفاق اصلا نیفتاده، بر حسب اتفاق اگر شد، خیالت راحت باشه که ضرر و زیانت رو، یعنی پولی که پیش ما داری رو بهت میدیم. گزینه دوم هم اینه. حالا باز میتونید خودتون برید اطلاعاتش رو کامل بخونید و بررسی بکنید. میریم سراغ گزینه سومش. گزینه سومش درباره پروفایلتون توضیح باید بدید. اینجا پروفایل رو میزنید، چه چیزایی ازتون میخواد، عکستون رو از شما میخواد، اسم و فامیلیتون رو ازتون میخواد، باز ایمیل و شماره تماس و پسورد و اینا رو میخواد که شما رو شناسایی بکنه و تایید بشید و بتونید ادامه کار رو در واقع طی بکنید. خیلی به مسئله پروفایل اینجا نمیپردازم، چرا که توی پراپ تریدینگ ها نمیگم پروفایل های اهمیت نیست، اما نسبت به فریلنسینگ ها اگه بخوام بررسی بکنم اونجا خیلی های اهمیت تر هستش. توی سایت های فریلنسری اصلا شما رو با پروفایلتون در حقیقت میشناسن و ارتباط میگیرن با شما، اما اینجا شما به عنوان یه تاجر وارد شدید و حالا در حدی که همین ازتون خواسته وارد بکنید اوکیه، نمیخواد خیلی زوم کنیم و تمرکز کنیم و تایم بذاریم روش، به همین اندازه که خواسته کفایت میکنه. حالا این سه تا گزینه از سمت راست رو داشته باشین. بیایم یه گزینه دیگه که بهتون در ابتدا گفتم میخوام توضیح بدم بپردازیم. گزینه بعدیمون چیه؟ تو قسمت صفحه اصلی که اومدیم یه قسمت چالش ها بود، گفتم برای شما تریدرهایی که تخصصتون همین بوده، تجربه دارید. یه قسمت دیگه در کنارش هست که فریه، گزینه رایگانه. یعنی چی؟ این گزینه رو وارد میکنید شما عزیزانی که حالا شاید تازه وارد وادی تجارت یا تازه وارد وادی تجارت آنلاین شدید، مناسبه براتون. چطور وارد این بستر میشیم؟ اینجا به ما در واقع یه نسخه دمو ارائه میده، یه پسورد داده به ما که آیدی دمو ما هستش. اصلا دمو یعنی چی؟ اینو بهتون بگم. یعنی همین پلتفرم
یعنی همه چیز بر اساس واقعیت همین پلتفرم اما به صورت آزمایشیش هستش. یعنی شما به عنوان تریدر شما فکر کن که تاجری اومدید میخوای کار بکنی، اما معاملت یه معامله حقیقی نیست، استرس اینو نداری، پولی هم که سرمایه‌ای هم که این پلتفرم بهت داده که از روش کار بکنی فیکه، یه سرمایه فیک بهت داده، به خاطر اینکه بیای آزمون و خطا بکنی، دستت بیاد تجربه کسب بکنی، بتونی بری تو بخش چالش ها، اونجا بتونی جلو بری. حالا اینجا ازت چه چیزهایی میخواد؟ میگه یه سری تارگت ها بهت میدم، یه سری تارگت زمان بهت میده، یه سری تارگت سود بهت میده. مثلا میگه شما باید تو طول هفته 2 بار 3 بار، میگم خیلی اعتنا این اعداد نکنید، به روز رسانی میشه، چک بکنید خودتون، 2 بار 3 بار توی تاجر باید ترید کرده باشی تو این پلتفرم. بعدش تا این بازه زمانی، تا فلان تاریخ شما باید اینقدر درصد سود هم به دست آورده باشی. میری شما این کار رو انجام میدی، تارگتش رو زدی، دیگه میتونی توی این پلتفرم کار بکنی. اینم از بخش آزمایشیش برای شماهایی که تازه وارد شدید توی این مباحث و مسائل. خیلی میتونه کمکتون کنه، خیلی میتونه براتون مفید باشه. تا اینجای قضیه رو داشته باشیم، بعدش میخوام دوباره برم سمت راست، گزینه‌های بعدی رو بهتون توضیح بدم. مرسی از شما. خب دوستان عزیزم، خیلی خوش برگشتید به این بخش از ویدیوها. خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید. من همونطور که ابتدای ویدیو خدمت شما عزیزان توضیح دادم، وقتی که توضیحات درباره پلتفرم ها طولانی میشه، به خاطر اینکه ویدیوها هم زمانش خیلی طولانی نشه و برای شما عزیزان حوصله سربر نشه و من هم چون میخوام پرزنت بکنم تا یه چند دقیقه ای رو میتونم، اما یه جایی به بعد دیگه نفسم یاری نمیکنه، یه استوب میکنم، استراحت میکنم، باز ادامه رو براتون میرم. خیلی ممنونم به هر صورت که با ما همراه هستید با همه شرایط. بریم سریع سراغ سایر گزینه‌ها. ببین تا اینجا یه جنبندی سریع بکنیم. اومدم 3 تا از گزینه‌هایی که در ستون سمت راست ما قرار داره خدمت شما توضیح دادم. بخش چالش های این پلتفرم رو هم توضیح دادم بهتون، بخش فریش رو هم یعنی بخش دموش رو هم بهتون گفتم. الان بیایم برگردیم بریم اون بخش ستونمون. تا قسمت پروفایل رو بهتون گفتم، گزینه بعدی رو بهتون میگم. تا جایی که ذهنم یاری بکنه سعی میکنم به ترتیب گزینه ها رو به شما عزیزان بگم، اما باز ممنون میشم که گزینه ها رو خودتون باز گام به گام چک بکنید که یه وقت من جابجا بهتون نگفته باشم، یا اگر گفته باشم چک بکنید که خودتون انتخاب بکنید و برید این قسمت ها رو پر بکنید. خب بریم سراغ گزینه چهارم. گزینه چهارم درباره دانلود هستش. زده دانلود، چه چیزی ما میتونیم تو این بستر دانلود بکنیم؟ تمامی پلتفرم هایی که FTMO به شما عزیزان، به شما تریدرها پیشنهاد داده که توش میتونید فعالیت بکنید. همونجا بهتون گفتم که ابتدای ویدیو از شما میپرسه، میگه توی تریدر میخوای تو چه پلتفرمی کار بکنی؟ تو متا 4ش میخوای کار بکنی، متا 5ش میخوای کار بکنی، متا 4، متا 5 یا سی تریدر، فرق نمیکنه. تمام پلتفرم ها بستر دانلودیش هم توی قسمت دانلود ها قرار داده براتون. این از این بخش. گزینه بعدی هم گزینه آکادمی FTMO هستش، یا حالا برعکس، دقیقاً الان یادم نمیاد. یا حالا توی بخش آکادمی چی میخواد بهتون بگه؟ آموزش رایگان، نکات تدریسی رایگان برای شما عزیزان در رابطه با فارکس و فایننس مارکتش هستش که بهتون آموزش میده که چطور باید اینا رو انجام بدید. نکاتش هم خیلی خوب و خیلی مفیده. از این هم بگذریم، چون من اینا رو میذارم به عهده خودتون که باز دونه بدونه برید چک بکنید. اگه بخوام توضیح بدم ویدیو خیلی طولانی میشه، به خاطر اینکه بازه زمانی رو باید من کنترل بکنم، سعی میکنم که صحبت ها رو مختصر بگم بهتون. پس این گزینه رو هم بهتون گفتم. گزینه بعدی هم کاستامر ساپورت هستش، پشتیبانی سایته. اگه حالا خواستید موردی پیش اومد و اینها، میتونید از طریق اون گزینه با پشتیبان های این پلتفرم شما ارتباط برقرار بکنید. گزینه بعدش بیلینگ هستش و FTMO تریدر. این دوتا گزینه تا زمانی که شما تو اون چالش ها شرکت نکرده باشید، این دوتا گزینه برای شما فعال نمیشه. بعد از اینکه حالا شما فعالیتتون رو اونور انجام دادید، این دوتا گزینه هم برای شما فعال میشه. سراغ گزینه بعدیش بخوام برم، در رابطه با سرتیفیکیت بخوام بهتون بگم، یک گزینه‌ای داره به اسم سرتیفیکیت. تو گزینه سرتیفیکیت چی هستش؟
اینکه به میزانی که شما عزیزان توی این پلتفرم دستاوردی داشته باشید به شما یه سرتیفیکیت، یه گواهی نامه اعطا میشه که میتونه کمک کننده باشه و جزء رزومه های قوی شما محسوب بشه. حالا میگم به میزان دستاوردتونه که مثلا شما چند دلار تونستی به دست بیاری، چه مرحله‌ای رو تونستی پشت سر بذاری، اینا هم سرتیفیکیت بهتون خود این پلتفرم به شما عزیزان اهدا میکنه. یه گزینه دیگهش هم درباره آیدنتیتی هستش. آیدنتیتی یعنی احراز هویت شما در این پلتفرم. این گزینه رو به نظرم شما خودتون صرف نظر کنید بدید دست افراد متخصص، یعنی احراز هویت شما در این پلتفرم هستش که کار من نیست، کار شما تریدر نیست، افراد متخصصی حضور دارن که باید توی این در واقع بخش ورود بکنن و احراز هویت شما رو انجام بدن. حالا یکی از متخصصینی که در این حوزه من به شما معرفی میکنم مثل همیشه وریفای ایران هستش که خدمات بسیار نوین، خدمات کاملا متمایز از سایر همکاران رو در این بخش، این رو دارم با قاطعیت بهتون میگم، به شما عزیزان اینجا میتونید خدمات رو ارائه بکنه. راجع به خدمات وریفای ایران هم من مفصل قبلا صحبت کردم. انشالله اگه باز هم براتون جای سوال هستش توی ویدیوهامون، توی پست های دیگه بگید که من براتون بذارم. همچنین وبینار هامون رو هم میتونید دنبال بکنید، لایف هامون هم همچنین، که من بتونم اونجا به صورت مستقیم با شما عزیزان ارتباط داشته باشم و اگر در رابطه با خدمات ما هم سوالی دارید به خدمت شما عزیزان اونا رو هم توضیح بدم. یه گزینه دیگه هم در این قسمت باقی مانده که اون رو هم به شما عزیزان الان ارائه میدم. گزینه دیگهش هم لیدربورد هستش. لیدربورد یعنی چی؟ یعنی یه بستری هستش که براتون میاد، یعنی بزنید این گزینه رو یه بستری براتون باز میشه. اینجا جدولی از رقابت ها هستش، یعنی افراد مختلفی که دارن توی این پلتفرم فعالیت میکنن، آقای ایکس، خانم ایگرگ، حالا اینا فعالیت میکنن، بودجهشون چقدر بوده، با چه سرمایه‌ای شروع به فعالیت کردن، دستاوردی که داشتن، یعنی چند درصد سود مفید داشتن. اینها رو شما در قالب یه جدول میتونید اونجا مشاهده بکنید. میتونه بهتون خیلی کمک بکنه، چرا که رقباتون رو میتونید بررسی بکنید، بعد نحوه این که طرف با چه سرمایه تونسته چه سودی به دست بیاره. اگر عقب‌تر از این افراد هستید خودتون رو بهشون برسونید و همگام بکنید. من واقعا ازتون عذرخواهی میکنم خیلی سریع و تند این بخش ها رو گفتم، به خاطر اینکه میگم تایم ویدیوم نمیخوام خیلی زیاد بشه و از حوصله شما عزیزانم خارج بشه. این پلتفرم رو تا جایی که تونستم مختصر و مفید خدمت شما عزیزانم ارائه دادم. اگر سوالی دارید حتما از من بپرسید و بگید که به صورت مفصل‌تر در یک ویدیوی دیگه من خدمت شما عزیزانم ارائه بدم. یادتون نره ما رو سابسکرایب بکنید و ویدیوهای ما رو همچنان دنبال بکنید. خیلی ممنونم ازتون. شب روزتون بخیر. خدا نگهدار.